سوترای آب. دست حالت ناماسته، رو به دوش آب، یعنی رو به جنوب یا رو به قبله. رو به جنوب یا رو به قبله اینجوری با آب صحبت میکنید. همه اینا بچه ختم میشه به کاریزمای حضور. حالا شما رو خوب میکنه که بتونید جلساتتون قدرتمند بشه. رو به آب میگید ای آب عزیز مطهر و پاکیزه، تمام غمهام، غصه هام، پلیدی هام، بیماری هام، انرژی های منفیم رو از روح و جسم من بشور، پاک کن و به دل زمین بسپار و از دل زمین بسپار و از الهه مادرم خاک میخوام که تمام غم هام، پلیدی هام، غصه هام، بیماری هام، گرفتاری هام، انرژی های منفیم رو در خودش دفن کنه و از الهه نور، منبع نور که همانا قادر مطلق و خداوند است میخوام که وجود، روحم رو، جسمم رو از نور خودش لبریز کنه. احساس آرامش عجیب غریبی بهتون میده. حالا قبل از غسل، بعد از غسل این کار رو انجام. دعا رو که خوندیم میریم زیر دوش. میدونی چرا میگم آواز نکن؟ اگه زیر آبشار بودی این کارو بکن، خب چون آب مصرف نشه زیاد. 10 برابرش کارما برمیگردن. واقعا احساس کنید تمام انرژی منفیتون رو داره آب میشونه میبره.